سلام، جور و سالم صحتمند هستین. خوب شد که آمدید. بیایید که بخوایم که ظرف 9 ثانیه نه 5 ثانیه زندگی شما رو تغییر بدم و کاری کنم که فقط پیسه دیگه بیل بزنید. چه فکر میکنید؟ واقعا اینترنت آمد و زندگی همه ما رو متحول کرد. شما اگر که برگردین و پدر مادران و نسل قبلیمون بپرسیم که در نظرشون در مورد اینترنت چیه، اونا حتما از خان گفتن که واقعا شوکه هستیم. نسل ما هم که نسلی هست که با اینترنت تقریبا آشنا شدیم و نسل بعدی که بیخی شگفت زده شده است. من فکر میکنم که اینترنت به نوعی تمام ابعاد زندگی ما را دستخوش تغییر قرار دادن. خب شما چه فکر میکنید؟ شما برای من بگید که روزانه چقدر زمان خود را صرف میکنید داخل اینترنت، چقدر جستجو میکنید، چقدر اکسپلور میکنید، یا حتی برای من بگید که شما چه از موتورهای جستجویی استفاده میکنید. در واقع بیایم که کم بحث تخصصی کنیم. میدونید که چه وقت اینترنت به افغانستان آمد؟ در واقع آنطوری که در سایت وزارت مخابرات افغانستان درج است، در سال 1998 وارد افغانستان شد و UNDP به عنوان یکی از سازمان‌های کلان و اینترنت استفاده میکرد و برای کارهای خودش و بعد از او آیسته دیگه مؤسسات آوردن. اما در سال 2006 بود در سال 2006 بود که وزارت مخابرات و اداره اطراف تلاش کردند که اینترنت را به صورت وسیع‌تری در خدمت عامه مردم قرار بدن. من یادم میاد در سال 2007 که لیلیه پانتون کابل بودیم، من جزء معدود کسایی بودم که اینترنت افغان تلکام خریده بودم و من یک سویچ کلان تلفن داشتم، او را با خودم در طبقه 2 بودم، منزل دوم یک چپرکت بودم و من خوب یادمه که اینترنت کار میکردم که از او تلفن بسیار کلان بود، سیت کلان بود و میزدم به لپتاپم و صورت خیلی یک چیز جدید و در سال 2006 برای محصلین جالب تمام شد و دوستای من از دیگه منزل و دیگه طبقات هم می آمدن برای به بهانه ایمیل کردن یک جستجویی میکردن داخل اینترنت. واقعا اینترنت یک پدیده جدید و نوشکفته بود، آهسته آمد. الان میبینید که تمام ابعاد زندگی را درگیر کرده. خب همین فکر میکنم که شما هم در جریان هستین دیگه. چت جی پی تی و انواع هوش مصنوعی که فعلا دنیا را متحول ساختن و مردم از قشرهای مختلف جامعه در مورد این مسئله بحث و گفتگو میکنن. حتی همین سر کوچه هم سعی کنید و توی صنف اول تا صنف ششم هفتم دیگه با هم قصه میکنیم چه کارهایی میتونم کنیم. خب بگذاریم. خب میخوایم بگم که من موضوع صحبتهای من شاید تا حالا فهمیده باشید سواد دیجیتالی است. خب نسل قرار داریم که کسی به ما آموزش نداد که چطور با اینترنت خوب بگیریم، آموخته شویم، چطور با اینترنت کار کنیم، چطور اطلاعات کسب کنیم و آنالایز کنیم، دوباره چطور اطلاعات بدیم در صفحات دیجیتالی. در واقع همین تعریف سواد دیجیتالی است. حالا در فرهنگ‌های مختلف عناوین مختلفی به کار بردن. خب ولی ما هم سواد دیجیتالی یاد می‌کنیم و شما ولی عالی جوانای ما، نوجوانای ما بسیار به خوبی میتونن که مطالب مورد نیاز خود جستجو کنن، موتورهای جستجوی متفاوتی استفاده میکنن. من در اون وقتا یادم میاد که ما با یاهو کار میکردیم، بعد از اون کم شد به گوگل شیفت کردیم. اما موتورهای جستجوی مختلفی که وجود دارد و از یک سوی دیگر ما هوش‌های مصنوعی رو می‌بینیم که اینا به صورت تخصصی به عنوان یک دستیار در کنار ما هستند برای جمع‌آوری، پردازش و بازسپاری اطلاعات دوباره به صفحات دیجیتالی و اینترنت
واقعا خیلی مهم است. خب میدونید که وطندارای گل ما و شما در سالهای گذشته چه چیزهایی را سرچ می‌زدن؟ حالا طبق خود صفحه گوگل ترند که هر ساله گزارشی را در باره به نشر می‌رسانند. در سال 2019 خانه ما بیشتر جام کریکت هند تعقیب میکنن و بعد از او انواع سریال ها رو تعقیب میکنن، بعد فوتبال ها ورزش رو تعقیب میکنن و بعد از او چند سال بعد در سال 2021 که دوباره اگر یک نگاهی بندازیم به این صفحه کفخانه ما عالی چه میکنن، متوجه میشیم کم کم ارزش ها تفاوت کردن. ما در بین شاخص هایی که جستجو کردن وطندارای گل ما میبینیم ارزهای دیجیتالی هم وجود داره، ارزهای دیجیتالی وجود داره و مباحث مرتبط با جنگ وجود داره. میبینیم آهسته آهسته مردم و مخاطبین و کاربرها گرایشاشون داره پیشرفت میکنه، نیازهاشون داره گسترش پیدا میکنه، تخصصی تر میشه. حالا چی فکر میکنید؟ حالا که با آمدن هوش دیجیتالی چی فکر میکنید؟ و من یک سوال بسیار عمیق دارم از شما. آیا تا کنون به این فکر کردین که در کنار هوش دیجیتالی چه مضرات شما را تهدید میکنه و چه مفادی در کنار شما وجود داره؟ آیا تا به این حال به این فکر کردین که چطور میتونید که با توسل به این سیستم های و پلتفرم های جدید بیزینس، کار، شغل، ظرفیت های خود رو ببریم بالا؟ واقعا یک مباحث خیلی جدی و عمیق است که باید روش شما تحمل کنید. خب در این باره چندین بحث متفاوت وجود داره، از نوع که هوش مصنوعی ها چندین تا من اینجا یادداشت کردم که برای شما ارائه کنم، ولی از همه مهمتر این است که چطور شما اطلاعات از اونجا پردازش میکنید و به دست میارید و خیلی مهم است. در واقع هوش‌های مصنوعی به ما کمک کردن که یک قدم پیش بریم، یعنی همونطور که در اول این ویدیو گفتم سواد دیجیتالی مرحله اولش جستجوی اطلاعات بود. در واقع هوش‌های مصنوعی به ما کمک میکنن که بهتر جستجو کنیم و اونها برای ما تا حدودی آنالایز میکنن، تجزیه میکنن، تحلیل میکنن. نقش شما در این باره چه؟ واقعا در صفحه و من میخوایم که در کلیپ های بعدی در این باره با شما بیشتر صحبت کنم. تا درود دیگر، بدرود.